یه خاطره. ما بچه‌های دهه 60 خیلی فوبیا داشتیم، فوبیای عجیب غریبی داشتیم. حالا یه سری خاطرات رو من میخوام تعریف کنم تا بیام برسیم به جلوتر. ما تو بوجنورد یه دبستانی داشتیم تو خیابون زایشگاه به اسم دبستان وحدت. اکثر بچه‌های دهه 60 شاید اونجا رو بشناسن. من یادم نمیره این دبستان وحدت 2 قسمت بود. یه قسمتش اون ور حیاط بود، یه حیاط بزرگی داشت، یه ورم این، یه قسمت هم این ور بود. کلاس اول، دوم، سوم اونجا بودن، چهارم، پنجم اون ور بودن. 2 شیفت هم بود دیگه. شیفت صبح یه به سری بچه‌ها می اومدن، شیفت بعد از اون این گردشی بود، تغییر می‌کرد. من یادم نمیره روز اول که رفتم اینجا ثبت نام بکنم یه چیز خیلی برام عجیب بود. بوی نفت بود. گفتم خدایا بوی نفت از کجا میاد؟ خب ندیده بودم، اولین بار بود، کلاس اولم میخواستم برم ثبت نام بکنم. بعد هیچ وقت این سوال از ذهنم پاک نشد که بوی نفت برای چی. تا اینکه کم کم رفتیم و سر کلاس و ثبت نام کردیم و یه چیزی که این وسط این بود که من روز اول که تو مدرسه یادتون باشه یه سری تنابایی بود که ورزش میکردیم، نارنجی بود، تنابای نارنجی که باشون تناب میزدن و اینا. دیدم یه تیکه از این تناب تو کلاسه. خلاصه منم کلاس اول، روز اول یه چیزایی یاد دادن و گفتن آقا دیکته بگم. هرچی یاد گرفتیم، مثلا حروفی که یاد داده بود آب، بوی بود. خلاصه ما اومدیم، نمیدونم روز اول بود دوم بود، خلاصه شروع کرد به دیکته گفتن و آقا من 19 شدم. بعد گفت نه اونایی که 19 شدن بیان. آقا رفتیم، یه دفعه دیدم این تسمه این کابل رو برداشت، کابل نارنجی بود، ما رو همین تناب زدن، گفت دستاتونو بیارین جلو. گفتم خدایا این باید چیه؟ من مثلا کلاس اول 7 سالم بود دیگه. یه دفعه دستام آوردم برو یه چیزی گفت شق. حالا اون قدم محکم نزد یادمه. گفتم خدایا این باید چی میزنه؟ من که 19 شدم، نمره خوبیه. بعد معلممون بعدش یه چیزی گفت. اون بچه‌هایی که 20 بودن هم تقریبا گفت من اینو روز اول به شما زدم که یادتون باشه که هیچ وقت قانع به 19 اینا نباشید، همیشه 20 باشید. نمیدونم، شاید استدلالش این بود، شاید حالا نوع فراگیریش این بود، ولی معلمای ما معلمای مسنی بودن، کسایی بودن که آخرهای خدمتشون بود، یعنی کسایی بودن که دیگه کم کم داشتن بازنشسته میشدن، یعنی یک عمر زندگی کرده بودن، تجربه زیاد داشتن. اون نسل خوبی بود، معلمای خوبی بودن، با اینکه ما رو زدن، ولی هیچ وقت اون بوی نفت از ذهنم پاک نشد.